سلام دوستان، السا خیرین هستم با یه صحبت انگیزشی دیگه. امروز من و تدی عزیزم میخواییم در مورد یه نخ جادویی به نام نخ نامری باهاتون صحبت کنیم. مگه نه تدی؟ بله. بهتره از یه داستان که مربوط به خودم میشه براتون تعریف کنم که بیشتر براتون هیجان انگیز بشه. شبی طوفانی بود. من تدی خوابیده بودیم و ناگهان صدای رعد و برق انقدر بلند شد و رعد غرید که من و تدی با ترس عروسکامون رو برداشتیم و رفتیم به سوی اتاق پدر و مادرم و من گفتم مامان بابا ما میترسیم. ناگهان مامان و بابا از خواب بلند شدن و ما رو بغل کردن. مامان گفت ما هیچ وقت تنها نیستیم. تدی گفت چطور میتونیم تنها نباشیم وقتی شما اینجایید و ما اونجا؟ مامان گفت به این شکل. ما به دست مامان خیره شدیم و گفتیم این دیگه چیه؟ مامان گفت نخ جادویی به نام نخ نامری. اولین باری که اسم نخ نامری از مادرم شنیدم همسن و سال شماها بودم. ببخشید. ما به هم نگاه میکنیم و میگیم حتی وقتی که اگر ما توی اتاق باشیم، یعنی که و شما تو اون اتاق باشین، ما میتونیم عشق هم دیگر رو احساس کنیم با این نخ. مامان میگه حتی اینجوری. تدی میپرسه حتی وقتی که من کوچکتر بودم و تو بیمارستان بستری بودم برای عملم و شما و السا تو خونه بودین و من در یه ماه اونجا بودم، مامان میگه حتی اونجا. و من میپرسم حتی وقتی که ما توی مدرسه ایم و شما توی خونه، مامان میگه حتی اونجا. و ما تدی میپرسه حتی وقتی که بزرگتر میشیم و با هم اختلاف داریم و سر یه فیلم با هم دعوا داریم که کدوم فیلم رو ببینیم و کدوم فیلم رو نبینیم و تو ماشین چه بازی کنیم و شب چه ساعتی بخوابیم، مامان میگه وای خدای من شما باید بخوابید، الان دیگه خیلی دیر شده. مامان و بابا ما رو بغل میکنن، بابا تدی و مامان منو ما رو تا تختمون میبرن و چند دقیقه کنار تختمون میشینن تا خوابمون ببرن. و یه چیزی بهتون توضیح بدم. حتی اگرم شما توی یک کشور دیگه زندگی کنید و طرف مقابلتون توی کشور دیگه، شما با یه نخ نامرئی از درونتون به هم وصلید. حتی اگر از دست هم عصبانی بشین، نخ نامرئی نمیتونه شکست بشه، چون عشق قوی تر از نفرته و حتی این نخ میتونه به جایی برسه که حیوانات هم این عشق رو به هم داشته باشن و همه مردم جهان به این نخ وصلن. بهتون توصیه میکنم هر بچه‌تون یا هر آدمی که دورتون نزدیک بهتون هست یا هر کسی که میشناسین و کسی که وابسته ای و دلش هر وقت هر جا که از تنگ میشه
احساس تنهایی میکنه این ویدیو رو براش بفرستید تا متوجه این بشه که هیچ وقت تنها نیست و اگرم که چی میگم بهش وابستگی داره هیچ وقت تنها نیست. حتی اگرم روزها یه نفر توی بیمارستان بستری باشه یا از این دنیا بره. خداحافظ سیستر الزه.